به من گفتن چرا انرژیت پایینه؟ الان من مصدوم میشدم کی جواب میداد؟ مصدوم. دایی من تا مدت‌ها تحصیل کرده ترین فرد خانواده‌ام بود با دیپلم. تا اینکه من دیپلم گرفتم و آماده شدم که کنکور بدم. بعد داییم اصلا نمیتونست با این قضیه کنار بیاد. شب کنکور گفتم بگیرم زود بخوابم که صبح سر جلسه سر حال باشم. همین یه چشم باز یه چشم بسته بودم، ساعت 11 اینا داییم زنگ زد. گفت امیر دایی چرا انقدر استرس داری؟ تهش مرگ دیگه. چرا باید بمیرم سر جلسه؟ گفت چون اگه قبول نشی میکشمت. دوباره گفتم بگیرم بخوام. خوابیدم ساعت 12 اینا دوباره زنگ زد. امیر من خیلی استرس دارم. گفتم تو چرا استرس داری؟ گفت تو مادر نیستی نمیفهمی. گفتم تو هم مادر نیستی. گفت منم نمیفهمم. ولش کن بخوام. دوباره گرفتم ساعت 1 اینا زنگ زد. امیر اونجا ساعت چنده؟ گفتم دایی استرالیا که نیستی، طبقه دوم ما زندگی میکنیم، اونجا ساعت چنده چیه؟ گفت نه ساعتمون خراب شده، میخوام اینم اونجا ساعت چنده. عجب نامردیه. دوباره گرفتم خوابیدم. ساعت 2 دوباره زنگ زد. امیر زندایی چرا اینجوری میکنه؟ گفتم چیکار میکنه؟ گفت گرفته خوابیده. گفتم بابا من با زندگی شما چیکار دارم؟ تو رو قرآن بذار بخوام، صبح کنکور دارم ولمون کن. گفت باشه باشه حواسم نبود کنکور دارم. ساعت 3 دوباره زنگ زد. امیر من خیلی میترسم. از چی میترسی؟ از ارتفاع. بابا به من چه؟ ول کن دایی بذار بخوابم. ساعت 4 دیدم زنداییم زنگ زد. گفتم زندایی ما چیکار داره این وقت شبی؟ گوشی رو برداشتم گفتم جانم زندایی. گفت امیر داییتم شارژم تموم شد با گوشی زندایی گرفتم. گفتم دایی چیکار داری؟ گفت امیر بیا بازی باحال کنیم. گفتم چه بازی؟ گفت یه عدد بین 50000 تا 80000 انتخاب کن بعدی به من نگو چیه. گفتم باشه. گفت عدد 57421. گفتم نه. گفت باشه بگی بخواب. ولش کن. جالب نشد. دوباره ساعت 5 زنگ زد. امیر میخوام یه حقیقتی رو بهت بگم دایی. گفتم بگو. گفت تو پسر من نیستی. میدونم من بچه خواهرتم دایی ول کن بذار بخوابم به قرآن میخوام صبح برم کنکور بدم. گفت باشه بخواب. ساعت 6 دوباره زنگ زد. امیر دایی گفتم جانم. گفت چی تنته؟ دایی گفت نه چی تنته بپوش میام دنبالت بریم کنکور بدیم. گفتم باشه. اومد دنبالم خودش که بریم کنکور بدیم. اومد دنبالم و نشستیم تو ماشین یه دربستی بهش خود سوار کرد بریم. نیم ساعت سر این ما رو عقب انداخت. بعد رسیدیم مرکزای شهر داشت حرفای عجیب غریب میزد. امیر اینو میبینی؟ گفتم آره. این برج میلاده. گفتم میدونم دایی گفتی بهم. گفتش که امیر همینو گردش کنیم بریم شمال. دایی بابا نیم ساعت من کنکور دارم شمال چی ولمون کن تو رو قرآن برو سر جلسه. گفت من اونجوری صحبت نکن من برای تو هم پدر بودم هم مادر. گفتم بابا من پدر مادر دارم تو دایی منی ولمون کن برو بریم سر جلسه. رسیدیم سر جلسه دیر رسیدیم اعصابم خورد ناراحت خیلی استرس داشتم. رسیدم سر جلسه دست و پام داشت از استرس میلرزید. نفر جلویی میگفت داداش چرا انقدر استرس داری آروم باش. من خوندم نگران نباش برگر میذارم اینور هر چی من زدم تو هم بزن. اینو چی گفت خود آروم شدم. کنکور شروع شد کیک و ساندویچ دادم پا شد رفت. استرسم چند برابر شد. چند دقیقه بعد دیدم پیجم کردن. آقای امیرحسین قیاسی به